اگرچه تا به امروز آثار زیادی از دوران باستان باقی مونده و کشفیات باستان شناسی اطلاعات قابل توجهی رو در مورد تمدن‌ها و مردمان روزگار باستان به دست ما داده، اما در میان این کشفیات موارد عجیبی هم وجود داره که محققان با وجود تلاش‌های مستمر هنوز موفق نشدند توضیحی درباره اونها ارائه کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا با 5 راز بسیار عجیب از گذشته که هنوز حل نشدند آشنا بشید. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید. دستگاه آنتیکیترا. دستگاه آنتیکیترا قدمتی 2000 ساله داره و در لاشه یک کشتی باستانی یونانی پیدا شد. این دستگاه که از اون به عنوان اولین کامپیوتر تاریخ یاد میکنن برای دنبال کردن موقعیت خورشید، ماه و 5 ستاره در آسمان و همچنین به منظور تعیین تقویم فازهای کره ماه و تعیین زمان خسوف‌ها و کسوف‌ها استفاده میشه. این دستگاه از هر وسیله دیگری که طی 1000 سال بعدی ساخته شد پیچیده تره. به همین دلیل تئوری هایی وجود داره که بیان میکنه این دستگاه ساخته بیگانگانه. اگرچه بیشتر محققان این تئوری رو تایید نمیکنن، اما هنوز مطمئن نیستن که یونانی ها چگونه موفق به اختراع ابزاری شدن که از هر وسیله دیگری در اون دوره بسیار پیشرفته تر بوده. کتاب خطی ووینیک. کتاب ووینیک 600 سال پیش در اروپای مرکزی به تحریر در اومد، اما دانشمندان هنوز نمیدونن که در این کتاب از چه چیزی صحبت شده و زبون اون رو نمیشناسن، چون تنها نمونه شناخته شده از این الفباست. محققان هر سال ترجمه های جدیدی برای اون مطرح میکنن، اما هیچ یک از این تلاش ها تا کنون موفقیت آمیز نبوده. اخیراً دانشمندان با استفاده از هوش مصنوعی به این نتیجه رسیدن که کلمات این کتاب به زبان عبریه، اما به صورت رمزی. اما مشکل اینجاست که تنها 80% از کلمات کتاب با زبان عبری مطابقت داره و جملات به دست اومده نامفهومه. خطوط ناسکا. در میانه قرون اول تا هفتم پیش از میلاد مردم قوم ناسکا در کشور پرو سطح سنگی زمین رو که به رنگ رس بود کندن تا جایی که لایه زیرین اون که رنگ روشن‌تری داشت پدیدار بشه. نتیجه کار تصاویری عظیم به شکل حیوانات، گیاهان، انسان‌ها و اشکال هندسی بود که از درون هواپیماها به خوبی میتوان آن را دید. تئوری هایی وجود داره که بیان میکنه این خطوط برای علامت دادن به بیگانگان یا فضانوردان باستانی ایجاد شدند، اما محققان موفق نشدند در مورد تئوری های واقع بینانه تر با هم به توافق برسند. اولین دانشمندانی که دست به تحقیق درباره این خطوط زدند بیان میکردند خطوط ناسکا با علم ستاره شناسی مرتبطه، در حالی که برخی تئوری های جدید بیان میکنه این خطوط برای درخواست باران از خدایان ایجاد شده. ساکسای هوامان. سوالات زیادی درباره سازه سنگی اینکاها در کشور پرو وجود داره که بی جواب مونده. در ابتدا تصور میشد این سازه قلعه‌ای نظامیه، اما با توجه به شواهدی که بعدها یافت شد احتمالاً از این مکان برای برگزاری مراسم‌ها استفاده میشده. اما این سازه فارغ از کاربردش معماری حیرت انگیزی داره. سنگ‌های این بنا به قدری کامل در کنار هم جفت شدن که بدون استفاده از ساروج محکم باقی موندن. اگرچه این سنگ‌ها به طور کامل با یکدیگر جفت شدن، اما همه اونها به یک شکل نیستن. مسئله‌ای که نشون میده احتمالاً کارگران همزمان با ساخت بنا اونها را طراحی می‌کردن. به علاوه جابجایی این سنگ‌ها که بیش از 100,000 کیلوگرم وزن داره خودکار بزرگی محسوب میشه. تونیس هراکلیون. در حدود 2700 سال پیش شهر بندری تونیس هراکلیون در مصر یکی از راه‌های دسترسی به دریای مدیترانه محسوب میشد. اما هزاران سال پیش این شهر جایی در زمان گم شد. در اوایل دهه 2000 میلادی گروهی از غواصان تصادفاً به تعدادی دست ساخته باستانی برخوردند.
در نهایت آنها تمام شهر را پیدا کردند که در اعماق آبهای ساحل مصر مدفون شده بود. تعدادی پل، مجسمه‌هایی به ارتفاع 5 متر، تابوت‌های حیوانات و دیگر اشیای شگفت‌انگیز باستانی چیزهایی بودند که در جریان این اتفاقات کشف شدند. باستانشناسان مطمئن نیستند که این شهر چطور به اعماق دریای مدیترانه فرو رفته است، اما آنها معتقدند در پایان قرن اول پیش از میلاد ترکیبی از وقایع مختلف یعنی سونامی، زلزله و بالا آمدن سطح دریا منجر به آن شد که این شهر تا پیش از قرن 8 پیش از میلاد به طور کامل به زیر آب برود. دنیا پر از عجایب و اتفاقاتیه که توضیحی براشون وجود نداره. هر ساله کشفیات باستان شناسان از دنیای باستان ما رو شگفت زده میکنه. شما در مورد این رازهای حل نشده باستانی چه نظری دارید؟ در کامنت ها ما را از نظرات خوبتون آگاه کنید. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافیه مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید.